میدونید چرا هیچ علاقه‌ای به فکر کردن به احساساتتون ندارین؟ احساساتتون رو انکار میکنید، راجبش فکر نمی کنید و یه چیز مازاد و خیلی اذیت کننده یه براتون اگه بخوان راجب احساساتتون بگن یا بشنون، چون کلید رسیدن به خواسته هاتون احساساتتونه. و متاسفانه اگه ذهن فقیری داشته باشید، ذهن مریضی داشته باشید و ذهن شکست خورده‌ای داشته باشید، اجازه نمیده با احساساتتون صلح کنید، آشتی کنید و یا اینکه احساساتتون رو بشناسید و راجبش حتی فکر کنید، چون بعد اون ذهنیت ناسالم و آسیب دیده، شکست خورده، بیمار و فقیر از بین میره. پس اون اجازه بهتون نمیده. اولین قدم برای این که شما از اون چالشی که توشین بیاین بیرون اینه که متوجه بشید که ذهن شما رو بازی میده و ممکنه که با شناختن احساساتتون دونه دونه مشکلاتتون حل بشه. و فقط مسئله اینه که شما احساساتتون رو در طول شبانه روز بشینید و بهش فکر کنید الان چه حسی دارم. ممکنه یه دونه حس باشه، ممکنه 2-3 تا از هر حسی یک کم داشته باشید و اگه بتونید یادداشت کنید که بهتر، و اگه نمیتونید حداقل به زبون بیارید. احساسات ما وقتی که به زبون میاریمشون میرن، چون که متوجه میشن ما گرفتیمشون. اما اگر ما انکارشون کنیم یا اینکه نخوایم راجبش صحبت کنیم یا بترسیم ازش یا عصبانی بشیم ازش، که خدا عصبانیت هم یه حسه، این باعث میشه که اون بیشتر بمونه. انقدر بمونه تا شما اعتراف کنید به حضورش. و خاصیت احساسات همینه. لجباز و یک دنده هستن و وقتی که دیده بشن، شناخته بشن، دیگه میرن. و اینجاست که ذهن ناسالم ما یه خود ضعیفتر میشه.